دوستای عزیزیم از برنامه امروز مو از طرز تهیه همبرگر مو اگه خوش اومد دوستای عزیز لایک سابسکرایب یادتون نره برنامه رو نگاه کن امو چینل بازم میگم چینل جدید منم سابسکرایب کن دوستای عزیز دیگه تا برنامه دیگه خداحافظ بای بای. سلام دوستای عزیز در یک برنامه دیگه از ما خوش آمدین. دوستای عزیز خوبین سلامتین. امروز هم آمدم که گفتم یک همبرگر درست کنیم. میخوام مواد لازم شده نشان بدیم برای شما. ما نان آماده گرفتم 2 بسته 4 تاییه. گفتم راحت تره اگر نانش را که آدم بلد درست کنه. دیگر 2 بسته گوشت گرفتم 400 گرمیه. ببینم چقدر لازم میشه. اینجا یک سر من یخچالم داشتیم در آوردم. دیگه یک شیشه خیار شور گرفتم هر چقدر لازم شد. دیگه نیم سوسی همبرگره. دیگه پنیر مخصوص همبرگره. دیگه اینجا 4 تا پیاز، 1 دانه کاهویه برای داخلی همبرگر لازمه. دیگه اینجا 3 تا سیر بودی رنده کردیم. دیگه ادویه فلفل قرمز و زیره و فلفل سیاه، پودر سیر، نمک اندازه 1 قاشق غذاخوری. دوستای عزیز بریم که با هم درست کنیم. البته در کمک ما امروز شاگردم دختر خانم استاده. ما بر دست دختر خانمم. نان خشک. دوستای عزیز اینجا یک دانه چیپس درست می‌کنم که قدم برکت یک ذرهش پختش کرد. دوستای عزیز دوستای عزیز یعنی سس همبرگر کمه کوچولویه. میخوام که یک ذره سس دیگه خودمون حاضر کنیم. یعنی خیار شور رنده کردیم. میخوام سس جور کنیم. دوستای عزیز این سیب زمینیش رو سرخ کردم. دیگه همبرگرم چند تایش در فیر گذاشتم. دیگه 2 تایش در مایتابه پختم. دوستای عزیز 2 تایش در مایتابه پختم. دیگهش داخل فیر گذاشتم.
دوستای عزیزم رب نازک کردیم بازم جمع کردم چطور کلوف شده کوچولو شده. این پیازایی که خود من کاراملی کردم توی همبرگر خیلی خوشمزه میشه. حتما شما هم درست کنید.